درود بر همگان. پرونده جدید دبور درباره نمایشنامه نویسی. نمایشنامه نویسی مدرن در ایران از کجا شروع شد؟ چه کسانی سردمدارانش بودند و چه کسانی ادامش دادند؟ بسیاری بر این باورند که نمایشنامه با میرزا فتحعلی آخوندزاده و کتاب تمثیلاتش شروع میشه. ما هم توی این پرونده قصد داریم که نمایشنامه نویسی مدرن در ایران را از همین اثر آغاز کنیم و تا دوران معاصر پی بگیریم. بعضی از نمایشنامه نویس هایی که میخونیم آثار پژوهشی هم درباره نمایش دارند، مثل بهرام بیضایی با کتاب نمایش در ایران. در کنار نمایش خونی هایی که داریم، مجلس هایی را هم به خوانش این آثار اختصاص میدیم. علاوه بر اینها، از دوره قاجار تا دوران معاصر یکی از جریان هایی که نقش مهم و تأثیرگذار داشته جریان ترجمه است. مثلا در دهه 40 زمانی که در انتظار گودوی بکت ترجمه شد، تأثیر شگرفی بر نمایشنامه نویسی بعد از خودش داشت. طی این پرونده به خوانش برخی از این آثار هم خواهیم پرداخت. لازم به ذکر که این پرونده 3 هفته یک بار در روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 8 شب در کافه خانه فرزین برگزار میشه و جا داره که از همراهی های مجموعه خانه فرزین تشکر بکنم. نوروز بر شما مبارک.